بیاین نحوه سرویس کردن لپتاپ رو بهتون آموزش بدم. اگر لپتاپ شما مثل این دستگاه دمای بالایی داره با من همراه شید. تو مرحله اول قاب دستگاه رو باز میکنیم. نحوه باز کردن لپتاپتون توی یوتیوب و سایر سایت ها موجوده و اگر یکم دقت کنید به راحتی میتونید دستگاه خودتون رو باز کنید. بعد از باز کردن دستگاه وقت تمیزکاری و باز کردن مادربرد برای مراحل بعدی. دقت کنید که با حوصله این کار رو انجام بدید تا به دستگاهتون صدمه‌ای وارد نشه. سینک دستگاه رو باز میکنیم. همینطور که میبینید کاملا کثیفه و خمیر سیلیکون ها خشک شده. حالا وقت تمیزکاریه. قاب دستگاه رو به وسیله فشار باد حسابی تمیز میکنیم. فنها و سینک دستگاه فراموش نشه. آلودگی‌های باقی مونده رو با یه فرچه ساده تمیز میکنیم. وقت پاک کردن خمیر سیلیکون های خشک شده از روی سینک، سی پی یو و چیپ گرافیک. بعد از اون نوبت زدن خمیر سیلیکون با کیفیت به سی پی یو و چیپ گرافیک. کار سرویس دستگاه ما تموم شد. حالا شروع به بستن دستگاه میکنیم. بعد از بستن قاب دستگاه رم ها رو سر جاشون قرار میدیم. کارت شبکه و هارد دستگاه رو هم نصب. بعد از بستن قاب دستگاه نوبت تستای نهاییه و باید حرارت دستگاه رو دوباره بررسی کنید. و در آخر لپتاپ شما حسابی خنک شده و یادتون نره که لپتاپاتون رو سرویس کنید.